سلام به هنای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز ما یه چالش داریم، میخوایم ببینیم که چقدر زمانی بره تا وقتی که به هنا اجازه ندادیم این تخم مرغ رو بخوره. آیا بدون اجازه اصلا تخم مرغ رو میخوره یا نه؟ با ما همراه باشیم. بشین ماما، بشین دختر قشنگم. آفرین. اینم غذای شما. نه ماما، هنوز نه. نه ماما، نخور. من برم کارامو انجام بدم میام. خب نه. هنوز شروع نکردی ماما. قربونت بشم. اجازه بود. قربونش بشم من. تموم شد ماما. هنوز خوب بود ماما. خدافظی کنه دخترم. خدافظ.